دوستای عزیز، سارا هستم. شما را خوش آمدید میگم به این ویدیو و از شما بسیار تشکری میکنم که این ویدیو را بر دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد چلن راگ مالکانس و یا هندولم می باشه. دوستای عزیز، همونطوری که ما کل ما میفهمیم چلن یک راگ رنگ یک راگ بر ما مشنوانه، حس یک راگ بر ما مشنوانه. یعنی ما وقتی که چلن یک راگ میشنویم، ما وقتی که یک آهنگ در این راگ جور میشده باشه، ما او را به آسانی میتونیم که بشناسیم و اگر یک آهنگ بخوانیم که در راگ مخصوصش باشه، اگر ما چلن از او را بفهمیم، ما او آهنگ به مو اس امو راگ، به مو اس اصلی امو راگ میتونیم که او را بخوانیم. یعنی برای ما یک رفیق بسیار خوب است که ما راهنمایی میکنه در قسمت خواندن یک راگ. دوستای بسیار عزیز، و یا اگر ما بخوایم که در امو راگ یک کمپوز جور کنیم، برای ما کمک میکنه اگر ما چلن یک راگ بفهمیم. اگر ما بخوایم که حس و رنگ یک راگ بلد شویم و او راگ به مو قسمی که لازم است باید بخوانیم، پس ما باید چلن از او را بفهمیم. دوستای عزیز، بسیار خوب است که ما چلن راگ ها را یعنی تمرین کنیم، تمرین داشته باشیم، طولانی تمرین داشته باشیم. به آسانی نمیتونه که آدم چلن یک راگ بفهمه. دوستای عزیز، ما میریم و آل یک جای شروع میکنیم. اول میخوایم که امین نوت های راگ مالکانس و یا هندولم یک بار دیگه تکرار کنیم. سا گا ما دا نی سا سا نی دا ما گا ما گا سا. خب در چلنش دوستای عزیز از لور اکتیف تا ما از لور اکتیف استفاده شده و تا گم از های اکتیف استفاده شده. دوستای عزیز، سا
دوستای عزیز، این بود موضوع ویدیو امروز ما. اگر ویدیو خوشتان آمده لطفاً لایک، سابسکرایب و کامنت فراموش نکنین دوستای عزیز. بسیار خوشحال بودم که همراه ما بودین و ما را تا آخر ویدیو سپورت کردین. تا ویدیوی دیگه شما را به خدا میسپاریم. بدرود.